ساندویچ تو تحویل میدی، میری کافه برای استراحت. تا تو این بخش که پرسنل ما همه خانم هستن داخل ماشین رو جارو بزنن و تمیز کنن. توی این مرحله با توجه به کثیفی رینگ ماشینتون توی یک مرحله یا 2 مرحله ماده درجه 1 و مختص رینگ اسپری میشه. توی این مرحله همه پرسنل کنار میرن تا ماشین با دستگاه تمام اتوماتیک لیزری مدرن، اونم با پخش چند بار فوم و آبکشی شسته بشه. اونم با MT1 و MT2 که په‌هاش خنثی هستش. این مواد طوری تولید شده که علاوه بر اینکه آلودگی رو از سطح ماشینت پاک میکنه، از رنگ ماشینت هم محافظت میکنه. پس دیگه نگران رنگ ماشینت نباش. توی این مرحله فوم لوسیان ریخته میشه که باعث درخشندگی سطح ماشین میشه. به علاوه یه رینگشویی مجدد با فلچ هم انجام میشه. هیچ جا بهت نمیگن، اما خشک کردن ماشین یکی از مهمترین کاراییه که خیلی جا اصلا انجام نمیدن. اینجا علاوه بر این که از آب شیرین استفاده میکنن، نه با دستمالای نانو کثیف، بلکه با حوله‌های خشک‌کن تا جایی که امکان داره آب ماشینتو دقیق پاک میکنن. تازه جایی هم که دور از دسترسه با فشار هوا خوش میشه. اسپری خوشبو کننده آخرین کاریه که توی این مرحله انجام میدن.